سلام دوستان. جنگا لایک کامنت ساب تموم. بریم نمیدونم گل زده بودن چه تا حالت طبیعی نبودن. ندیر رو میکروفون. شماره 20. من از این ور شروع میکنم. شماره چند بود؟ 20. 29 نه 26 بود. 26 بود. بله. خب شماره 24 انتخاب من هست. علی جان شماره 11 نوبت ما تو این جا نداریم. خب بیا دیگه. خب دیگه رونگی شیدم ولی حالا 4 چسب کاری نشد. دوست عزیز شماره 36 رو میتونی برداری. گود لاک. چند آقای گود لاک؟ 6 9 شماره 9 6 9 جانگاتون خرابه. خراب. استاندارد نیست. میره تو. من تلاش کردم همیشه اون بیا بزنمو یه منم یک کشیدم شما بفرمایید. نوبت استاد. منم؟ بله. نه ما رکورد میکنیم. گم گوش میره. اون نمیشه. بله بلده. متین بلده. متین بلده کار. گم سری میزنه. شماره 36 در این راند حذف میشه. 100%. نه متوایی البته تو راند هم هست شد ولی الان هستش. نو مرسی. این بازی نداره. پنج چیز تمرینی بود. تمرینی رو نمی‌فهمم. آیا جانگاتون هم خرابه. استاندارد نیست. جانگا بفهم شد. بفهم. علی دست علی نوبت من اصلا به نوبت اعتقادی ندارم. من نوبایی میرم مستقیم میرم تو نوبایی با این صفکاری ندارم. یه جانگای خوب نمیری. یه جانگا آقای ایشیزاکی هست شد. اسم این چیه؟ این علی نوکیه دیگه. علی نوکیه. علی معروف. خب احسن. قدرت از آن من است. من بلکه محمد است. کوزیشر. بله. هیچ معنی نداشت ولی پرمعنا بود. واو بهترین همیشه وسط. میفهمم چی میگی. آقای رضا یاکوزا. رضا یاکوزا 27. آخ. ستا رو با نه با دو دست نمیتونی، خطا و اخراج میشن. یه دست نه من دو دست کج آقای شد. قانون دو تا میکشی حق داری بوده دو دست اوکی. حق نداری چیز دیگه یا به جز اونی که میخوای. یا باید با یه دونه دست یه دونه برداری. اوکی. نه دو تا بند. دو تا دست بازی. الان دو تا برمی‌داره ولی با دو تا دست. اینو بردار خیلی شیک پیروزه. به خاطر اینکه مجازات شد. احمد موسی. جانگاتون هم خراب. جانگامون هم خراب. به جانگاتون هم خرابه. یا امام حضرت عباس. هر کی برداره باخته. شرط. نباختم. احسنت. من توی در حال تلاش برای علی باختی. علی نوکیا دزدی از پشت صحنه چی؟ داشت دزدی میکرد خیلی. و تمام. آقا جایزه این مسابقه که قرار نیست تو ویدیو گفته بشه شکلات اسمارتیزه. اسمارت تینز. خرابه. منم. رضا یاکوزا هستن. خون شقا. ایشون یک سازنده‌ای بودن. یک برجی ساختن در تهران سقوط کرد. به اسم نمیبره.
اون برجت ببرید دیگه زشته واقعا. و تمام متین هم حرف میشه در این دور. ما ازش تشکر میکنیم. رضا یاکوزا شکلات بود دیدی یه دونه؟ در تصویر. قرار نه این قرار چرا بودش یه دونه؟ سیکرت بمونه. راه نمیخوایم آره میگفتی تصمیم. از این بعد این گزارش حتما در خدمت شما در خب. گزارش پشت صحنه هم بده هستیم. بده منم بله. حرکت قدرت متین هست که در حال فروش دادن به ما هستش و گفتن اینکه ما ما عرق می‌ریزیم و شکلات خارجیه. خیلی خب الان من از ناف چیکار امریکا کنم؟ از ناف امریکا اومده. امریکا نافش کجاست؟ از کجا امریکا آقا الیه امریکا نافش اله یا نیویورک انوای. بلد نیستم آها پس از کجا آوردی؟ از لس آنجلس. مسئله این است. خارج ما میتونیم این خارج جانگاتونم خرابه. این اهمیت نداره. گزارش بذاری فیک. تو کفه گزارشگر فیک میکروفون از دست آقای خوش صدای بازی بله. بازم وسط. منم آفرین. نه واقعا آفرین اینا بلد. خوشت اومده؟ نه برچی خفه شو بابا. نه. خوشت اومده؟ خفه شو بابا. بازم وسط. اینا خوب بلدن. خودت هم داشتی. نمیدونه جانگاشونم خرابه بلند آن فکر کنم برنده این بازی آقای تبا چرا؟ چون چسبیده به راه بله کاملا منطقیه. کاملا منطقیه که آشیلیه. دلیل چه چسبیده به راه. آقا یه ماتریکس بگم شما خوبی؟ علی توی دقیق یه ماتریکس نه، منم. بگو. من که همین الان کشیدم. میتونه مثل اینکه جانگاشونم خرابه و تمامه. آیا یه اگم دستیه اگم خدافظی میکنم. یه انگشتش فقط. آقا من اشکال نداره. ما به بزرگی ما به بزرگی خدا میبخشیم کوچیک عزیزم. من همین الان کشیدم. الان من کشیدم بکش علی بخندی میبازی زندگی چقدر خیلی بد بازی در می‌کنن. دستان واقعا برج ما جانور برج راست اینا چه خرابه پیزا داریم. این وسط پیزا. جنگامونم خرابه. خرابه. دقیقی بگی. واقعا مردی گزارش آقا میز تو ندیدم الکی ترمینال تو رفتم مال میبازی علی نواشت رو ببینه بگو ماشالله بگو واقعا این ماشالله بازی ایشالله ایشالله ماشالله ایشالا. علی بریزش با هم نصف میکنم یه لحظه راست میگه اصلا این چرا نوتلاش 5 قسمت تقسیم نکنی؟ واقعا سواله این خودش. 36 حق برنده است خداحافظی کنیم با آقای دقیقی احتمالا با احتمال 180%. چرا 180%؟ بس چند درصد؟ 100%. بکنم دقیقا خودش میرم قبول داره. صدا ضبط نمیشه چرا؟ الکی الکی چقدر نرم اومد بعد تمام آقا نرمی یادم خداحافظی راحت بکن. نیست. گاندو هر نرمی راحت نیست. در آخرین راند بازی راند پایانی با سلطان علی ونیسی چندش علی نوکیا علی نوکیا او 2 اضافه 2 4 میشه ونیسی همون نوکیا. 6 شد مهم نیست. بازی رو ادامه اینا میخوام ما رو ضعیف کنم ولی نمیتونم. مد هست. اسب شما واکن بازی کنم اصلا اینجوری نمیشه آقای در میاری بیا اول شروع کن بله آفرین هیچ جایی کار اشتباه اسم منم شروع کن. جانگاتون داره درست میشه اول میکروفون رو بگیرید دستتون صدا کامل برس. بله کاملا بزنم الان میتونی به آستینت وصل کنی تبا مشکلی ندارم شما میخوای بس که هم صدا اون زن درسته. شد. احسن بیا احسن بازی کن اهمیتی دادی به حرف آستین. شما من کیام صدای جفتتون بس شو شو شو. شو دو تا دست تو بیار
نگاه کن. همون چرا این کار؟ برنامه گزارش ورزشی. نه دیگه بابا نمیشه سه دور کردی دیدار که میبینی نمیشه سه دیدار خوبیه. آیا بنیسچی قرار بازی رو تقدیم کنه؟ یعنی که بله حذف بشه. حذف حذف. حذف حذف چند حذف. شد؟ حذف. حذف آه. حذف مهم نیست، مهم نیته. علی الان میخوای بگی نگاه نکن چی گفته ببینید چی گفته آه بفهم. برنده این بازی آقای تبا. که هست ولی خب علی بخندی مالی آی خدا. بازی بعدی چی باشه به نظر بچه‌ها؟ بازی بعدی شطرنج چرا اوکی برو یه ثانیه کنم نزدیک بود فکر کردم رفت واقعا. چون جانگاتون خرابه. جانگاتون آقا خرابه نیست. نیست جانگوی ما خراب ببرم آقا به این بازی من که دسته میکنم برنده. بله به خاطر اینکه ولی میبندید حتما نصفش برای شماست. چی فکرشون مهمونمونه. شکلات. وقتی من بازی نکردم چرا بازی کردین؟ خطا نیست؟ تموم شده بود. نه کی میگه؟ یکی چطور بیا من این میزنم حتما بنویسید تو کامنت علیه خطاکار. اینجا بود علیه؟ فقط دست باید بمون بعد کامل بنویس بگی حالا تو بیا در لحظات پایانی بازی علی رو می‌بینی داره تلاش میکنه نبازه ولی بالاخره تبا میبازه. علی دیدار هنوز زیباست، هنوز پرهیجان. خیلی خوب ادامه داره این دیدار. یعنی چرا از اون بالا برمی‌داری؟ فاصله دوتا رعایتی خیلی میتونم. نزدیکه. علی فاصله دوتا رو قانون رو میتونم کی بردارم. گفته کاملا اسمشون رو تشریح کردم. جدیدن ادبت یادت رفته احتمال باخت 100%، احتمال برد 0%. اینجوری کن به لحظات پایانی ملکوتی بازی فیفا زیاد بازی کنه تک نه دیگه بیا بازی هم کلا تکون بده بیا بلند کن به نظر فایده نداره یه لحظه من آرامش حفظ کنم. خب و تمام. اما فاصله دوتا میتونه کاملا منطقیه که تو چرا باید دامون دست بزنی؟ ایشون دست بده. ایشون برش دست بزنه من لحظه یه بوم برتابی داریم دست تبا اگه بتون از روی سالن در بیاد. ما بازی رو نگاه میکنیم و فقط نه قشنگ بود، واقعا قشنگ بود. علی شکلات برسه به تو آدم برای شکلات چیکار کنه؟ روزی جنگ شدی من میبازم تموم شد. خیلی تاثیرگذار بود. همین که تا ویدیوی دیگه بدرود از درون بدرود